عزیز سلام، خسته نباشید. علی زیایی هستم، مدرس جیمت. بریم سراغ بخش تصحیح جمله کنکور MBA سال 402. سوال 136. گزینه غلط ما گزینه شماره 1 خواهد بود. اما چرا؟ خوب توجه کن آقا جون. اگر میگفت بهمون گزارش واصل کاملا کاربرد درستی بود، پس اینجا در واقع میتونستیم تیک رو بزنیم. اما گزارش واصله چرا در واقع غلطه؟ به این دلیل که آقا شما اومدی صفت مؤنث رو با یک کلمه غیر عربی آوردی و این کاربرد غلطیه و عملا صفت و موصوف شما با هم تطابقی نداره. اما گزینه 3 رو ببین آقا، همینجا سرم بگم، چون میگه مدینه فاضله ای. ببین اینجا صفت و موصوف با هم مطابقت دارد. فاضله اینجا چیه بچه ها جون؟ صفت ماست که اومده تبعیت کرده از مدینه که در واقع این مدلی نوشته شده و اون هم به همون مدل نوشته شده و با هم مطابقت کامل رو دارند. اما گزینه 2 چرا؟ شاید خیلی توی این سال گزینه 2 رو زدن چون اومدن گفتن آقا پروین اعتصامی مگه مؤنث نیست؟ خب پس باید شاعره بشه دیگه. اما آقا توجه کن، تو زبان فارسی شاعر هم برای جنس مذکر درسته، هم برای جنس مؤنث. تموم شد رفت. بریم سراغ سوال بعدیمون، سوال شماره 137. میگه آقا یه دونه به وجود آمد دارم، یه دونه به پختگی رسید و یه دونه هم نثر همپای شعر. خب اینجا در واقع کدوم گزینمون در واقع گزینه غلطی هست؟ گزینه شماره 3. در سال گذشته هم دیدید که اون مثال سعید مثل برادرش رو آوردیم. اینجا در واقع یه سال بعدش هم دقیقاً یک جمله‌ای که دارای ایهام و کجتابی هست رو برای ما آورده. یعنی 2 تا برداشت من میتونم داشته باشم. چه برداشتی آقا جان؟ یا بیام بگم نثر همپای شعر ویرگول. خوب توجه کن، این ویرگولاست که کارو در میاره سر جلسه کنکور براتون. یا اینکه بیای بگی نثر ویرگول همپای حالا شعر و ادامه داستان. هر کدوم چه معنی دارن؟ آقا تو حالت اول یعنی در واقع شعرمون اون رونق و رواج رو نداشت و نثرم به همین طریق. پس یعنی هر دوتا اون رواجه رو نداشتن. اما تو حالت دوم ما میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که آقا اوکی، اون نثر من رونق و رواجی نداشت، اوکی، اما ممکنه شعر من رواج داشته باشه. پس نمیتونم بیام بگم که آقا این یک مفهوم و معنی کلی داره و هیچ اشتباهی توش رخ نداده. پس گزینه شماره 3 من به دلیل این ایهامی که وجود داره میتونه گزینه مد نظرم باشه. اما بریم سراغ سوال 138. خب آقا سوال 138 سوال خیلی قشنگی. چرا؟ چون شما باید درجا گزینه شماره 3 رو انتخاب کنی. دوباره چرا؟ به این دلیل که آقا اینجا باید بیای بگی خنده، خوب توجه کن، آور هست و اینجا هست برای ما ملاکه. چرا؟ چون منظور اینه که خنده آور یعنی اون خنده وجود داره، یا میتونی بگی خنده وجود داره و اون وجود داشتنه رو داره بهش اشاره میکنه و عملاً است در جملات ربطی مورد استفاده قرار میگیره، نه اینجا که منظور ما چیز دیگری است. پس اینم از سوال شماره 138. اما 139 چی داره بهمون میگه آقا؟ 139. خب ببین آقا، این که میگه غزالی از برخورد و فلان بهره یافت، این کاربرد درستیه بچه ها. این حرف اضافه از به اضافه بهره یافتن، این کاملا کاربرد درسته. البته بهره یافتن رو با یه سری حروف اضافه دیگه هم به کار میبرن، ولی اینجا کاملا کاربرد درستی هست. اما گزینه 2 رو ببین، میگه نام و آوازه آن را. خب کاملا گزینه غلطی هست. چرا؟ چون اینجا نباید بیاد بگه آن، به جای این باید از او استفاده کنی. یعنی عملا ضمیرمون رو اومده ضمیر دیگری ازش استفاده کرده و به جای آن شما باید مطابقت بدید دیگه. ببین از چه ضمیری استفاده کنی و باید بگی نام و آوازه او را بلند میکرد.
اینم از سوال شماره 139. و اما سوال 140. سوال 140 در واقع سوالی هست که گزینه 4 رو باید براش انتخاب کنیم. اما چرا؟ خوب توجه بکن آقا. مواردی که ممکنه حالا ما رو شک بکنیم، یکی گزینه 2 هست بچه‌ها، این بحث روی کاغذ. ببین خیلی جاها یه سری حروف اضافه به کار میره که کاربردی درست در واقع دارن. یکی مثل چیه؟ رویه، یعنی عملا با یه کسره میان. اینا رو ما باید درست بگیریم، مثل رویه، مثل نمیدونم مثلا زیره بچه‌ها، مثل خود مثله هستن، مثله یا نمیدونم بیرونه. اینا عملا مواردی هستش که ما میتونیم اونا رو درست در نظر بگیریم. و گزینه 3 مسلما، شاید خیلی این گولشون زده باشه، آقا در واقع مسلما از چه واژه‌ای ریشه گرفته؟ از یه واژه عربی، درسته؟ و عملا برای واژه‌های عربی به کار بردن تنوین قیدساز کاربرد درستیه. پس برای در واقع سوال 140 مونم گزینه شماره 4 رو میتونیم انتخاب کنیم.